با فیض و با احسانش ماه رمضان آمد. با رزق فراوانش ماه رمضان آمد. زین امر خداوندی سرپیچی مکن هرگز، ای بنده به فرمانش ماه رمضان آمد. با عرض سلام و درود الهی مهربان به تمام برادران و خواهران مسلمانم عزیزان، فرارسی این ماه مبارک، ماه رحمت و برکت، ماه مغفرت را به تمام برادران و خواهران مسلمانان تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه رحمت الهی بهر تمام مسلمانان تن صحت، دل بیغم، خانه آباد و صلح و ثبات و اجر و ثواب بیکران آرزومندم. و در آخر از زبان عزیز گفتنیم: نفس اماره در این ماه به زندان بکند، سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکند، قدم تازه به دروازه ایمان بزنید، خنده پیدا به لب خشک یتیمان بکند. موسم سبز مناجات و دعا آمده است، ماه رحمت به ندای دل ما آمده است. خدا کند که همه روزهای عمر ما و شما مثل روزهای رمضانی پر از اجر و ثواب و فیض و برکت باشد. السلام علیکم.